سلام، صبح زیبا. تمرین سپاسگزاری 5 صبح. خدا رو شکر میکنم برای این نعمت، برای این زیبایی. خدا رو شکر میکنم برای این حس خوب و این فیزیک زیبا با انرژی‌های خاص خودش و با این شکل و شمایلش که حس روحانی به آدم میده و با این رنگ ارغوانی زیبایی که از اول صبح طبیعت داره خودش رو به رخ میکشه. درود بر همه. شروع کنیم تمرین زیبای سپاسگزاری اول صبحمون رو با نام خدا. خدای شکرت برای سلامتی، برای تناسب اندام، برای قدرت بینایی و چشایی و بویایی. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. خدای شکرت برای روزی که به ما دادی، برای فراوانی. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. خدای شکرت که امروز هم بیدار شدیم و چشممون به جهان باز شد و داریم لذت میبریم از تنفس کشیدن، از دیدن و آرامش و آسایش خانواده. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. خدایا به خاطر روزی که امروز در یخچالمون داریم، خدایا به خاطر زیبایی‌هایی که از تو داریم میبینیم، خدایا به خاطر سلامتی خانواده. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم.